زمانی که آقای دکتر مهاتیر محمد استراتژیست بزرگ آسیا و دنیا مالزی را خواست تکون بده و برنامه‌های توسعه را شکل بده، اولین اقدامی که کرد چند میلیارد دلار اختصاص داد که برید از محیط بچه مدرسه‌ای سال اول تا صنعتگر، تا استاد دانشگاه، تا خانم خانه‌دار وقت بگذارید توسط آموزش دهندگان حرفه‌ای یک چیز را یاد بدید. فکر می‌کنید چی رو؟ How to think. چگونه بیاندیشید. ما حتی نحوه فکر کردن بلد نیستیم. نمیدونیم چجوری متمرکز بشیم وقتی باید فکر کنیم بر روی چی متمرکز بشیم. خب وقتی خوب فکر نمی کنیم نباید انتظار بهره‌برداری از چیزهای مثبت داشته باشیم. اولین عامل ارتباطیتون حتی با یک انسان، با یک دوست، با یک همکار، با یک شریک فکر کنید.